کریم کریم باز کنسر دادی کسی توشی اینجا بیا چند بار با تو گفتم چند بار های کن خرا خانه رفتیم های کن کریم جان گوش کن آخه تو یک مردکی کلام شد من نمیدونم مشکل وقتی زنی یک کریم جان تو چه جوره ای؟ تو چی خیل جوره ای؟ چی کجاها میگردی و من باشم از تل و تپه ها هزم و علف نگفتی یا بور نگفتی کی گفتی با گفتن میگیم لیکن دیل من نمیشود بچم دیل ها کریم جان خیلی نه لباسه ترکو شهر میروم خوب شده است کریم جان لبن تربوز میخوری؟ نه تربوزشی؟ خربوزه نه دلت چی میکشد؟ انگور رفته کریم جان لبن با تو از شهر چی بیارم؟ کنه گبزن چی بیارم؟ خرسک؟ نه چی نباشه چی؟ تلویزیون بابا جان تلویزیون چی کار میکنی؟ تلویزیون زوی کشور بابای رجب یک تا دوست یک دیگه کلم بعد مرگیموش کسی زنده نوروز کو الو نوروز جمال الدین بابای رجب دیدی ای نوروز بابای رجب شار میرد چی گویم گوی که نرخ شیرینی تو در بازار چند پول فهمد میگوید که نرخ شیرینی تو در بازار چند پول است فهمد حالم شیرینیش رو تام نکرده ای تو حالا هم شیرینی تو ده نفروختی از کجا این شب اصلا فروختم لیکن شیرینی همش ماند حیران ماندم چکار کنم میگویم که یک دو کاسه شما شار میبردیم بچه ای نبیرش خبر مایلاش لیکن تو گوی که گفتگی ما فراموش نکند میگوید که گفتگی تو فراموش نکنید نه فراموش نمیکنم فراموش نمیکردیم خیر ابتر
Babacan. Assalomu Murodjon. Salom alaykum. Assalomu alaykum. Buyurun mashina tayyorasiz. من با مراجعه کمتر قدم زنم بد می آیم بیا بچه چطوری بچه پدرم گفت که به دبی میرویم. من گفتم که با بابایم به قشلاق میروم. من همراه شما به قشلاق میروم بابا جان. میله؟ بسیار خوب میشه با آنجا رفتن. ها. هوای نداستی گفتگیتون. دوستی خوبه. سه موسم تیز نکرده میبرد. کوینش بینیم. اینش هم دوستی خوبه. ارزو میتونم اگر گیرین. دستش بقا ندارد بعد خیلی سبوک هم است این نامپر نامپر این برای اونجا نه ودا سوماک ودا انا خیلی میمونی ودا جر ودا سوماک انا جر بابا چیز؟ نه تباک این هم سوماک لیکن سوماک بچه ها برای بچه ها Mister, the senior harp Halton is to tag. That's how. Oh, this It's hole. wrong. So, sorry. Sorry. One photo, please. One photo. Oh, yeah. بیایید یادم کنم. سینما مراجعه الهی بارک الله بچه تشکر عمرک دراز شود الله اکبر بارک الله بچه بیا همراه ما یک پله چای گیر حق خدمتت من میروم بابا جان عصبی نشده شب همین خیر چند سو میشه 5 ما رفتم بابا جان در مغازه یک گوشواری طلا دیدم چنان زیبا بود که نرخش $500 بیا درو آچه بابام اومدم السلام علیکم سلام میبخشید میبخشید نگشتم سرزی رو یادای پدر جان نگشتم سرزی رو یادای پدر جان زی گفتاری نکوید ای پدر جان زی گفتاری نکوید ای پدر جان زی روی و حمزی بوید ای پدر جان کنم من جستجویت ای پدر جان
عادل جان کبیا بچیم بیا بچیم کدی بیا کدی السلام علیکم نازدستی بچیم درست هستی بارک الله بارک الله خوش آمدید تشکر خوش آمدید مرحمت شنیده راه شما را خسته کرده مرحمت شنیده کدی خانه نو مبارک باشد بچم دیده خیلی خرسند شدیم الهی آمین الهی آمین خدایا خداوندا به شما فیض و برکت بخت و سعادت به همه آرزو و امید و هوس های نیکی که داری خدا همه ما و شما را رساند الله اکبر دادا خوش آمدید سلامت خوش آمدید سلامت باشید او چه من آوردید اوچد بچم اکنون یک آدمی سرتشویش کاری خانه مرحمت تشکر بچم روزگار زندگی گاو و گوساله یک گفتم من روان بدون کس می آید یگان خوراکی گرم نداری من حاضر بچه جان بابا از زیخ نشم خوشو قواقه بردار خوش قبوکم برداشته انا میدونی چی گوشت آپس کن موسفید هر خیل خوراک نمیخورد فهمیدم بیا دل جان آمدم دادا جان حاضر خوراک تیار میشود خیر باز یک بار دیگر خوش آمدید دادا جان سلامت باشین بچیم خب سفر خارجه چخیل گذشت بسیار خوب بسیار خوب کارهای مراجعان چطور کارهای مراجعان بد نه 5 زبان را آموخته ایستاده است زبان تاجیکی رو هم میدانی مراجعان 15 روز در آسایشگاه استراحت کرده آمد نصیب باشد مصلحت کردیم که یک جایه دوبای رویم همراه مراجعان و مادرش یک سیر و گشت کرده می آییم خیر در قشلاق چه گپ در قشلاق تینجی بچیم همین سال سرحاصیل انا سال سرعلف خیر مردم زراعت خوب جمع آوری نمود علف هم خوب شد همین که آبی دریاها زیاد شد و ساحل ها را شسته برد تا نزدیک آسیاب سیل آمد باور میکنی آب تا همونجا آمد یک قسم حوله های مردم را شسته برد درختان را کند لیکن خیر سالی با برکت بود باز پادبان نداریم دخترهای بی شوهر زیاد قبرستانمون کلان شده است در شهر جای را میخواد اما جا نزدیکتر شینه انا خوراک هم برو جون نگیری کنی بچه جان یادم کن شما دفتر نه سری میز میشینم دادا جان شما بشینید براحت باشید تشکر بچه رحمت دلت تنگ نمیشود برعکس دادا جان در زمین به مثل شما نشسته نمیتوانم رفتارت دیگر شده است محیط آدم را دیگر میکند همینطور شهر دیگر رو دست بچیم افسوس که مهر و عقوبت صمیمیت روز از روز کم می شود آسیاب من طول عصرها با مردم همسایه خدمت کرده آمد امروز آنها گندمشان را به آسیاب دهه همسایه می برند آسیاب نوی چینیه که کیم کدام یک تاجر خریده است آسیاب است و آسیاب بابایی همان باشد آسیاب نیست دادا برای شما هم چون این یک آسیاب میخرم نه بچیم در کار نیست آسیابی که تو میخری جای آسیاب بابایی را گرفته نمیتواند دادا زمانه دیگر شده است در این زمانه پرتضاد هر کی اگر نوآوری کند غالب اوست در ده برق نداریم بچیم بگذار نباشد موتور دیزلی میخریم نه زینهار این کار را نکن بچیم
دیگران تقلید میکنند. در دهه سر هر قدم گنراتورها پیدا می شود. انا بعد بخل و حسود و ناراضگی زیاد می شود. شما خودتان میگفتید که دنیا در یک شکل نمی ایستد. پیشروی جمعیت چی ضرر دارد؟ بچه جون همراه بابایت می روی؟ در آنجا کامپیوتر نیست، اینترنت هم نیست. زیق می شوی. بعد من تو رو یاد می کنم. دندانهایت رو شوی، رو خوب کن. خورمه گویم سرده بده ببینم نمیبینی برای می آین برای این طرف می آین کی می آید؟ بیرون میکنن گفت همه خیز دم شو از اینجا
وگرنه میلیسا را چک میزنم. میلیسا تو رو میکوبد. تو رو میکوبد. برای چی؟ برای چی؟ خودت نقص میدونی کو. خودت نقص میدونی. دادا خوب نیستی؟ خوب بودم. خوابتان نبرد؟ خوب کردم بچه. یگان گپ شد؟ من باید روم. با کجا؟ بده ها. دادا آخر شما گفتید یک هفته می استید؟ بچه آسیاب را بیکار ماندن از ذکر ماندن خاصیت خوب ندارد. شاید یکان روز دیگر استید؟ من باید روم. دادا آخر ساعت 4 شب در این بی وقتی با کجا می روید؟ با یگان ماشین ره سوار شده می روم. Labai. تحمال خوردگی هستی؟ تحمال؟ یک بار پختم من نخوردم. چرخ کفید. دیدی گندم چه حاصل بشود. از دستت گردم بابای دیخان. این سال بچه سال با برکت آمد. دیدی ها انا در آن کوه و در آن تپه ها گنج های زیادی میخوان است. آنها آمدن تو را انتظارند بچه.
نمیتونه؟ این در کار میشود بچه. برای چی برای گوش میکنه؟ سنگ بالا رو یک بار بگیریم. سنگ هم دل دارد بچه. یعنی سنگ دته یک بار دیگر گوش کنیم. خیلی گوش میکنه؟ او خوب است. وسایل اخباری عامه منصبداران موردی سنجش قرار بگیرند. کرمل اون وقت این ایده را ده راه‌های پرچنگ و خاکش به من معقول نیست. به من شهر تو آنقدر پسند نیست. شهر معقول نشد؟ نخود که شهر به شما معقول نشده باشد. خیلی گویم بدونی بچیم، شهر با همه آن شکوه و شهامتی که دارد به نظرم کم چخیر خالی می نماید. بابای رجب چخیر خالی؟ پر است کو؟ پر است، لیکن پر از چی؟ ولی چخیلی که من می بینم کم چی نمی رسد. کریم ها خودش چی گفت؟ آنا بیبیا وای این کی باشد؟ وای نبیرهت این شیرینه که من مراد جان آمدی. السلام بیبی جان. و اصلی بیبی آمدی. وای وای شما گفتید که 10 روز پس می آید، امروز آمدید کو؟ نشد دلگیر شدم. خیر میلش بیایید به خانه درآیید. رفتیم مراد جان. بیبیت را یاد کردی؟ من هم انا نانی گرم. بیار نانی گرم حضوری جان. کنی گیری این گرم بود است کو؟ ببیش با مراد جان سر شیر بیار. ببیند شیری شربامزه است یا شیری دیها. گوه برای بازار تیار کنید. خوب شده. بابا جان باز یکان چیز دیگر گه؟ چی گویم باشیم؟ خوب میلش. انا اینجا حوزک بود، گیردش سوزک بود، گنجشکک آب خورد، های آبی ناب خورد، او پرید بالای بام، یک باره افتید در دام.
بابای رجب این سهری صالحان و کجای قدر ها؟ یک پیاله چای می نوشیدید بعد می رفتید بازار که برای چی؟ همین که او فروختن در کار به همسایتون نفروختید هفته آینده توی دارد راستی گپ فروختنی بودم و دلم نشد گاو در بدنش 3 ماه گسله دارد پارسال برای توی پسرم رحمت الله گاو خریدم بازار رفتم صاحبی گاو گفت که همه تشویش نکشید این گاو کسیر است یکان بلا نمی شود گاو کشیم اشکمش 4 ماه گساله برآمد او بدبختی خیر او بودی گاو بسر صاحبی گاو هم منتظر همین نشدید؟ او 6 ماه کی مرده و کی زنده درست بعد نبیره از شهر آمد شیر لازم شده ماند بیا بچه نزدیک خیر مالش برار سودا آمین الله اکبر من به همون خدای سلطان مراد روم عذر ما میرسونم مالش من میرسونم چو بابا جانم اومد بابا جانم اومد ببین چهارشنبه مردم ها به حشر خزنه فهمیدی؟ بابا جانم اومد کریم جان سلام بیا بچه بابا جان از درت چوب آوردیم بابا جان برای آسیاب چوب آوردیم ها بچه چوب آوردم روی آسیاب خم زده است ایواز کردم در کار بابا جان من برای شماش شیر تر کردم بخون دیریم جانم میوید Ура! С 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года всеми любимый бренд Эви Бэйби предлагает выиграть суперпризы. Samsung S9, коляски, велосипеды, машинки и главный приз – автомобиль марки در دنیا چی گپ کریم جان؟ در دنیا هیچی بابا جان آسیا با ویرون میکنن کی؟ اونمو میمونو کی گفت؟ شبکه فایز باز چی گفت؟ با گفت که اینجا در شهر میشم تو چی گفتی؟ من گفتم اینجا شهر نشم بابا جان التماس بابا جان نمانی جان اینجا شهر ندازم بابا جان التماس بابا جان من شهر دوست نمیدارم شهر جای بیرون نیادم های خوب ندارم بابا جان التماس اگر نمانی شهر من میکشم شهر رو جای خوب ندارم بابا جان خودم بای کردم نمانی شهر بابا جان اگر شهر من میکشم بابا جان جای خوب نیسته بابا جان مادم من خوب نیسته بابا جان تو آسوده باش بچه اینجا شهر نمیشود کی گفت که شهر نمیشود بچه من با تو توفا آوردم بچه من گیر بش انا تو اخبار جهان گوش میکنی سرود و ترانه میشنوی نصیبت کنم رحمت بابا جون
در خونه بنفشه بچه کشون چی بود تو مخصوص شد؟ نمیدونم. دخترها السلام علیکم. سلام علیکم. با توی تیاری ببینید. داماد من خودم میابم. خانه داره چای کنه. سلامت باشه. تشکر. علیلی باشین. اینها برای زمستان تیاری میبینن. کارافت اینجا بیا بچه. لبک کدام آدمی با عقل در نصف روزی به زراعتش آب مانده است؟ پالزم آب طلب شده باشد چیکار کنم؟ با پالزی آب طلب شب آب میمانند. در نصف روزی که آب ماندی یا گلش میرزد یا حاصلش کم میشود. چرخی آسیا بعد از کمی آب از گردش مانده است چی بلا؟ سبب آمدنم رو درست فهمیدی شرافت. آب میمانم. اختیارت آب مان. مایلش من از دلسوزی میگویم. دلی هیچ کس به من نمیسوزد. کاری هیچ کس به من نباشد. بجان برای چی به آب رو محکم کرد؟ پالیزش آب طلب شده است. مراجعه تو خانه را بچه. بابا جان من رفته کم تر بازی کنم بعد میویم میلش. کجا رویم؟ باز دیدی؟ ها دیدم. چند بار به تو گفتم که دیگر کشاده نبین هیچ جامدانت از سرت ماند. چین؟ کریم جان چی خودت را عذاب میدهی؟ خودت عصبی؟ مرا عصبی میکنی؟ باز تو نمیرسیدی گب زن. چرخی آسیا بازگشتن ماند آخیر. ایلاها چرخی آسیا و تو از گردش ماند. بابایت بس نبود. واسط کجا پیدا شدی؟ کریم جان تو میدانی از دهه گذری تور برای عروس یافتم. کیرا گلستان مرا میگیره نمیگیره.
را نمیگیره بابا جون؟ میگیره. یکی نگیره. بیبی جان تپک چی لازم؟ تپک علاوه بر روی زمستان هزم رو استفاده نمیبره. هزم ها انا در بالای آن کوه است. انا درخت ها بسیار کو. این باغ است. درختان میوه‌دار رو بریدن او بال است. او بالش چی؟ او بال این گناه عظیم است. در نبودن من به شما کی یردم میداد؟ بچیم اول پدرت حاضر باشد خدا عمر کاشانتیت دخترای همسایه. بابا عاقبت کاری همه بندگانت را آسان گردانیده به مراد و مقصدهای نیک. بابا جان چی را حساب میکنید؟ با کلکولاتر حساب کنید آسان‌تر. در این شمردن ها جمع و تر ضرب و تقسیم هست؟ جمع بس در کجا؟ جمع بس در دل بچه. مراد جان سطل بیار. بابا جان چرا نماز میخونه؟ تو خودت در یک روز چند بار شستشویی میکنی؟ 3-4 بار. برای چی؟ برای پاکیزه شدن. بارکالله. برای پاکیزه شدن. نماز هم برای پاکیزگی روح و دل است بچه. فهمیدی؟ بابا جان لبه خدا هست؟ تو چی فکر داری بچه؟ تو خودت؟ پدر علیشیر میگوید که خدا نیست. پدر علیشیر پروفسور. عاقبت او هم حاجی می شود. خدا هست بچه.
من و تو هستیم تو. کلام کشیدی خودت میفهمید بچه. مراد جان بابا یک بار در سر پلنگ بودی بچه؟ نه بابا جان. از کرده که آمدی اکنون رفته به همسینفانت نقل میکنه. اینجا دایم سرشمال است بچه. زمستان از آن طرف میوزد، تابستان از این طرف میوزد، از همینجا باید پایان میروند. چونه که بیار بچه؟ نه آب جوشید. بارکالله بچه. بابا جان این چگونه چوی است؟ این چوی نیست بچه. این را مخلص گویند. درمان تنی ضعیف است بچه. حتی موی سفید را که از ضعف بدن و پیری میروید سیاه میکند. برای چی بابا؟ جسم را جوان میکند. سرم مراد جان مبادا از محیط دیگه خسته نشده باشی. نه بابا جان اینجا با ما مخول است. خیلی نه. مادرت را که یاد نکرده؟ بابا جان چرا ستاره اینجا روشنند؟ مشاهده خوب چون که هوای اینجا صاف و بی‌غبار است. خدا رحمتش کند. کی را؟ ستاره کنده شد. باز یک انسانی از عالم درگذشت. برای چی بابا؟ هر یک آدم در این آسمان ستاره خود را دارد. همین که از عالم درگذشت ستاره‌اش هم کنده می شود. پس من هم ستاره دارم. بله جانی بابا تو هم ستاره داری. ستاره من در کجا باشد؟ بابا جان بابا جان بابا مراد جان آمدی؟ شین بچه شین. بارکالله. تو یکم بار برآمدن آفتاب رو دیده ای؟ دید؟ نورهایش گویا رویت رو میشسته باشن ها؟ دیدن طلوع آفتاب کاری خیر و ثواب است بچه. دید آسیاب در کجاست؟ آسیاب در همان طرف. دید راه کجا شد؟ راه سیل بود. ده نیم کیلو. گیرش نمان. بابا جان
آها بابای سفر هست بچه آرچودگی گوی که آرچودگی آمده برد خب آب بارد فقط نویسی چی منه داره بچه کار دنیا همین خیله از روز ازل حساب کتاب بود همه شکست و رخت روزگار و گناه و ثواب در ترازو برکشیده می شود و باید این جوابش رو گوییم بچه احمق آسیابان شموید چه خدمت؟ گندم آوردم هوای آرد کردن میداده خواهم جوان احمق شموید رسیدی برو جان دفتر بیار همانجا نگفتید که آسیابان خودمم نپرسیدید ما هم لازم نشمردیم دو مهمان مرحمت گذارید خسته می نماید از راه دور آمده رئیس جمهوری را گشتم در یگان دهه آسیاب آبی نیست چه ضرورت پیش آمد رئیس فرمود که نان آرد آسیاب آبی را بیارم مایلشو لیکن 1 ساعت 2 ساعت نوبت ایستادم در کار نه من وقت ندارم انا اینا گیره نه ما نمیشه گیره نه هیچ کس رختی آسیاب لازمه آید بابا جان گیرت برای آسیاب استفاده میبریم مایلش خیلی به خاطر از راه دور زحمت کشته آمدنم بگیرم نباشد ماشین راهی بالا خطی های کن با بالا راه هست؟ راه نه یک پادره هست خسیشتی کنی با رحمت استاد همه میگم برای چی مردم با آسیاب پایان نمیروند مزه اردی آسیابی آبی دیگر است راست بابا جان چای را آورده بارک الله آفرین ایستو که سرود ملی رو میدانی؟ فلک نه ششمقام نه او یک سرودی یاری ارج جمندی ما و بختی ما سری عزیزی تو بلند بود سعادتی تو دولتی تو بیگزند بود آفرین مراد جان با بیاد گوی برینج اندازم خب بارک الله مثل پدرش آدم زور بشود پدر در این سن و سال زبان مادریش را به زور میدونست نه محیط دیگر گشته است دهه کجای و شهر کجا آفرین با عادل جان که از یک دهه خرد برآمده رفته در یک شهر کلان صاحبی آبرو و مرتبه شده است اوی آدمان بزرگ از دهه های خرد میبرند
السلام بابا جون. السلام بابا جون. و علیکم السلام. بابا جون توی نمیرویم؟ توی میرویم بچیم. که این طرف بیا کریم جون. بابا جون عروس دیدو. عروس اومدن. بابا جون کتی میره بابا جون. امروز امروز میرویم. برفتن میرم لیکن با همین لباس توی میرم. دیگه ندارو لباس. که از بالاها کاغذ پیچه گیر. کریم زنگ اختی چی بالا؟ بابام گفت. ای برادران، ای مردم، این خیل نیست که ما برای ویران کردن دهه شما آمده باشیم. تصور کنید اینجا راه می شود، شاهراه از دهه شما می گذرد. تصور کنید دو طرف چراغان، در سر هر 10,000 متر یک نقطه تامین داخلیات، جای استراحت راننده ها، جای غذاخوری، چندین کس صاحب کار می شود. اگر اینجا راه شود برای همه از شما خواهش میکنم عصبی نشوید. ما باید همکاری کرده این دهه شما رو آباد کنیم. کمیسیا مسئله همین خیلی خوب. ما مصلحت میکنیم اگر گپ شما قبول شود بسیار خوب عالی، اگر نه خوش آمدید پناهتان به خدا. جان سمت مای تابان سمت گلی ریحان سمت صدف دندان سمت مرچمیان سمت راحتی جان سمت کتی جنبان سمت اولی خندان سمت سمت اشلگر مرا کردی در بدر سمت نسکت بیا عدت تسکت بیا سمت میری مزار پاها خوش بغار مرا کردی دیدار سمت
برای پیشروی کارمون. نادر لابه رئیس مرادم نیکی که ملا جانوف کرد فرزند پدر نمیکنن. او زید بود کو کنسپیراسیون. چی بود؟ بازی بود. آنجا احوال میدیدیم هر یک دکتری بود که دست آسین برزدگی در دم و نفسشان ایستاده نمیشد. تمام امکانیت موجود بوده را استفاده بودن، لیکن من چیرشان خاک خورد. برای وطن خدمت کردن در کار. ما حقمون رو از دهان گرگ کشیده گرفتیم. خدمت ملا جانوفا کردن در کار. البته خانه ناتمامش را ساخته میدهیم. میکنیم رئیس، میکنیم. السلام علیکم. رئیس همینجا باشد. بسیار باز همون سفید اومد. سلام علیکم. و شما فهمو؟ برای کار اکای نرزلو مسئله سوزشواری را حل کنید. جوابش را به من گویید. خوب شده است. در را پوشید. مرحمت موی سفید. مرحمت شنید. وقتی که یک درخت را میکنید یا یک سنگ را از سر راه دور میکنید از اون کس میپرسید یا نمیپرسید؟ موی سفید ما مانند شما اجرا کننده هستیم. از روی لایحه کار میکنیم. درست اجرا کننده، لیکن بازی چه نزد کو. گوش کنید دکتر، وقتی که شما راه را میسازید من آمدید که از پیش یک خرسنگ برآمد. شما همین هم تو عذاب کشیده بالای خرسنگ خیلی میفراید یا که اون تو میگردانید؟ لازم باشد میگردانید. گردانید ده. اگر همین حاضر که اگر شما گردانید هم ده به آسیب بماند و هم به دولت یاردم می شود. اگر شما این کار رو کنید این مردم دایم در خدمت شما می شوند و از این کار کردنتون باز فایده زیادی می گیرید. بابای رجب بابا جان چی گفت؟ بابا جان من میخوام آسیابان شوم. نه جونی بابا، تو در گیمنازیوم میخونی، کامپیوتر داری، با اینترنت مکاتبه داری، تو با تمام عالم گپ میزنی. تو از گیمنازیوم نمونی بچه. خب نه بابا جان من در همین جا میخوام. مراجعه امکانیتی که در مکتب های شهر هست در اینجا نیست. تو در گیمنازیوم. مرا مکتب اینجا میخورد. میدونی روز از روز احتیاج مردم به آسیاب آبی کم می شود. آدمان مزه دهنشون را گم کردند. من میخوام همین جا مونم.
جورایت را پزوان نشدی؟ من جورا ندارم. چی؟ پس تو با کی بازی میکردی؟ با کامپیوتر. آخر شما یک هفته نه جواب داده بودید. زیق نشو رفته او رو گرفته میاری. نه خود که خواطیر نشوید. خواطیر هستم. 10 روز زیاد شده است که تلفنش رو نمیبردارد. حتما او رو گرفته میاری. کی؟ کارم کی میرویم؟ شد رفته میاریم. مراد جان اینجا یک چشمه هست. خدا نکند که اینش هم خشک شود. خودش نظرناگی رو آب شیرین دارد. از آبش می‌نوشیم. بارکالله بچه بیا کنی. شیر خواست. شیر است. اکنون دستی برم ریز بشیم. امسال این چشمه ها ریز بشیم ریز. ریختر. این چشمه ها آبی صاف و پاکیزه دارد نسبت دیگر چشمه های جدی در پایان هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم بچین. نه بابا جان پدرم میگوید که پیش از کلان دست به نان دراز نکن. درست بنان، لیکن اگر بچیم بیش از کودک آب نوشی چیل چشمه خشک می شود. اگر بعد کودک نوشی چیل چشمه نو پیدا می شود. فهمیدی؟ باز بیا مراد جان مرا فراموش نکن. بابا باید خیر کنی. خیر آچه جان. خیر کلین جان. اینه بینگیره دارد. سلام کن. باز بیا. خیر آچه. خیر بچم. طرفای ما بیاید. خیر کلین. نزمونه نمک جان. خوش آمدی تو. الهی آمین. خدایا سفرتان بی خطر شد. الله آمین. خوش آمدی تو. خیر دادا جان. مراد جان. بیا مراد جان. بیا مراد جان کنی. بیا بچه جان. بیا. ها؟ شین بچه جان. خیر آچه. خیر بچم خیر روی سفید. خود چرا گیره میکنی؟ باز بیچاره نبیرم با دیگه نخواهم رفت. رای سفید. بابا جان خیر. من باز می آیم. بابا خیر. انا همین خیل مراد جان من در انا همین تنگ کوچه ها کلان شدم. انا از اون بالا هیزم می آوردیم تپک چینی می رفتیم. اینجا حالا یک چشمه کلان هست. آب می نوشیم بعد می رویم. بیا مراد جان تو هم بیا. انا همان چشمه. دوره های کودکی بچگی. هر باری که از صحرا بر میگشتیم حتما سر این چشمه می‌نشستیم. مراد ایستید بچه‌م فراموش کردید. خدایا کجا شده باشد؟ چیکار میکنم؟ بچه‌م کنی کجا رفته باشد؟ چی میخنده؟ چی میخنده؟ زمان پدرم از دیه گریخته و شهر رفته بود.